سلام بچه به این ویدیو جدید خوش اومدین. من آمیتیس هستم. امروز من به شما یه آموزش جدید دادم که نمیدونم شما میدونید یا نه. این آموزش اینه هالووین در ساکوسو. خب اولین آموزش کانال یوتیوبه. امیدوارم یادتون چنل رو فالو کنیم. خب جیجه بزن بریم. خب اولین چیزی که همیشه تو هالووین ممکنه نیاز داشته باشیم تزیین خونه است. ما الان خونه رو تزیین میکنیم. حالا سعی کنیم الان پیدا میکنم. خب اینم تزیین اول خونه. خب میتونید گربتون این رو هم تزیین کنید. بریم اینجا گربتون رو شیشه‌ای بزنیم و حالا میخوایم خیلی روحیشه سفید هم بزنیم، شبیه روح میشه یه خورده. خب ببخشید از این هویجی ها برنمیدین. از این هندونه ها چه میشه باهاش بزنین روش منفجر اونجاست. خب برمیدارین جنس این جنس یا این همین این جنس میکنین و روش نارنجی میزنید. بعد یه دونه از این استوانه ها برمیدارین و کوچیکش میکنید. این سبز ها میزنید. بعد قدش رو دراز کنید. البته بهتره همون کوچیک کنیم بهتره. خب اینو کپی کنید. اینجا ریز کنید. خب حالا بعدش داریم بزنیم توی این مرحله اینجا اینو اینجا ترچ کنید. خب اینو میزنید بالا. لباسای هالووین. خب اولیش خود جادوگرشه همه میدونید. میشتی که امروزش میکنید. اینو برمیدارید اینجا میشتی میزنید. این قرمز برنگ میزنید. خلاصه به این شکل در میاد. از لباسایی دیده اینجا برای دکتر خوبه. بهش لباس شیطانه چون خوبه این لباس شیطان. خب من پیشنهاد کنم بهتون که لباس رو میشتی قرمز کنید. خب شاخش خب خلاصه من نفهمیدم چی شد. خب من پیشنهاد کنم یک همین دخترتون کنید. خب یه طرح دیده بامزه دیدن چه میتونین در بیارین. چادر تنبلی. اول این توی آیتم خب توی محلی چادر آماده شد. حالا من بهتون آموزش چیزی دو تغییر میدم. الان برای این
آموزش هالووینمون به درد میخوره. خب بزن بریم. خلاصه اینم نمونه کیک ما. این مدل در میاد. Is just a history that they may prove, and when you're gone